قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های ما، امروز با هم در برنامه ترازوی عمل عقیده یکی از موضوعهای مهمترین جامعه و اینچنین عائله صحبت میکنیم. آن هم موضوعی هست که خیلی ها همدیگر را گناهکار میدانند و متهم میکنند و باید جواب این را هر یک نفر دانسته باشد. موضوع گمراه کنندگان جوانان، یا اینکه کیها هستند که جوانان ما را، مخصوصا جوانان تاجیکستان را گمراه میسازند. همیشه عزیزان، ما و شما شنیده ایم که جوانان نیروی اساسی جامعه می باشند و چگونه که در وجود انسان قلب هست و اگر قلب سالم باشد تمامی وجود سالم میماند و اگر قلب فساد گردد کل جسم انسان فساد میگردد. جوانان هم مثل قلب در جامعه یا قلب جامعه هستند، دل جامعه هستند. هر جامعه که در آنجا جوانهایش زیادی فسادکار و بدکردار است، آن جامعه آینده ندارد. هرچی پیشرفته باشد هم به زودی زود به نابود شوی شروع میکند. برعکس این، هر جامعه که در آنجا جوانهای سالم صاحب فکر و عقیده درست و اینچنین جوانهایی که درست میتوانند فکر کنند و به نتیجه برسند زیاد هستند، آن جامعه آینده خوب دارد و جامعه سالم است. و امروز ما و شما همه دیده استادیم که تقریبا در جوانهای تاجیکستان تقدماتی که باید پیشتر بود در اجدادانش دیده نمی شود و اینچنین ایده برده تیک تاک و یوتیوب هستند. گروه دیگر برده پرچم برداری و تملق‌کاری، گروه دیگری باشد سرگردان و حیران و سرسام، نمیداند کجا رود، این سو رود آن سو رود. گروه به جنگ اوکراینا می رود، آن هم با آن همه آینده تماما ناروشن، گویا که به مرگ با قدم های خود باشد. گروه دیگر باشد خیلی که گفتم نمیداند از کجا شروع کند و یا چی کار کند. و این همه سرسانی که گناهکار است. سبب اساسی این سرسانی ها چیست؟ جوانان امروزه ما چی کار باید کنند تا از این سرسانی و از این حیران ماندن بیرون شوند؟ و اگر ما از روی شریعت نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم جوانان را همیشه همچون یک قوه اساسی استفاده می‌کردند و وقتی معاذ ابن جبل را همچون قاضی به یمن فرستاده بودند، معاذ هنوز جوان بودند و وقتی اسامه ابن زید را سرلشکری یکی از بزرگترین قسم حربی کردند که آن هم اولین بار با روم با آن همه ابرقدرتیش می جنگید، تقریبا اسامه 17 ساله بودند. و ما همیشه می شنویم از علمایی که هنوز در جوانی عالم شدند و اینچنین از قهرمان هایی که در آوان جوانی خود به قهرمانی رسیدند. و هرگز اگر درست به تاریخ اسلام نگاه کنیم و به تاریخ شریعت خودمان نگاه کنیم، در هیچ جای بین جوانان و کهنسالان ببخشید و یا اینکه تو پیر هستی و تو جوانی گویان جدا کردن و تفریق کردن نبود. همه را به اندازه تواناییش، تحملش، قدرتش، استعدادش استفاده می بردن. و این استفاده بردن ها بود که 1300 سال توانست امت اسلام با آن همه مشکلی هایی که هم داشته باشد یک امپریای بزرگ در زمین، یک خلافت بزرگ برپا کند و دنیا از آن به لرزش بیاید. ولی بعداً
وقت جوانها را جدا کردن، کهنسالان را جدا کردن، دیگر نه به استعداد، نه به قدرت، نه به توانایی توجه نمیشد و البته دیگر عائله پروری و بی عدالتی شروع شد. دیگر این خلافت هم کلا از روی زمین ریشه‌کن شد و امروز هم خیلی میبینیم شاید جوانهای پر از استعداد، چی دخترک ها باشد چی جوان ها باشند، زیاد هستند، ولی به سبب آن که به آنها میدان را نمیگذارند یا آنها استفاده نمیشوند، به جایهای قوت خود را صرف میکنند که به جز نابود کردن خویش چیزی دیگری نیست. پس از کجا بداند یک جوان تاجیکی یا فرزند من یا فرزند شما یا خود من که گمراه کننده من کی هست؟ عامل بدبختی جوان بیچاره تاجیک چی است؟ گناه یک جوان تاجیک چی است که او نمیتواند به آرمانهای خود برسد؟ موافق آن استعدادی که پروردگارش به او داده است عمل کند. او را کسی از این باز می نهد یا اینکه او خودش هم در اینجا سببگار است و عامل اساسی فقط اطرافیان نیست. پیش از همه اگر گفته شود که اولین شخص، اولین نفری که بدخواه جوانان هستند یا بدخواه من و تو هستند که هستند، بدون هیچ یک از شبهه گفته می توانیم آنهایی که می خواهند پیش راه تعلیم دینی ما را بگیرند. چرا همیشه مسلم احمد از دین می گوید؟ چون جامعه که در آنجا دین وجود ندارد، هرچی تقدم و پیشروی داشته باشد هم آخرش وای است. شما به یابان نگاه کنید، یابانیای امروزه، اون همه پیشرفت، اون همه قدرت و تکنولوژی، اما فقط در یک ماه آخر حدود 3000 نفر خودکشی کرده است. یعنی در کشوری که مردم در آنجا ظلم نمی شوند، در کشوری که اونقدر تکنولوژی پیشرفته است، در کشوری که تقریبا مشکلی جای کار وجود ندارد، امن و امانی، پس چی وادار می سازد اون هم جوانهایش؟ یعنی تعداد این 3000 نفره که خودکشی میکنن اکثریت جوانها هستند. چرا این جوانها خودکشی میکنن؟ و دولت‌های اروپا همیشه میشنویم از آن پیشرفت اقتصادی و دیگر ساختمان و همه جهته اروپا، اما در آن لیست یا اینکه قطار دولت‌هایی که زیاد خودکشی میکنن اول شده چی میستد؟ دولت‌های اروپا میستد، برای آنکه جوانها دیگر امیدی به آینده ندارن. علل خصوص یک کم وقتی حس کردن که دیگر اون به پایان رفته ایستاده است یا اینکه جوانی تمام شده ایستاده است و یگانه چیزی که به جوانان قدرت میبخشد یا این گفتیم قوت میبخشد و امید میبخشد و به آنها یقین میکناند که شما فقط در همین دنیا نه آینده دیگر هم دارید. برای هر یک قدم خود، برای هر یک پیشرفت خود، برای هر یک فایده‌ای که رسانیده ایستادید، وقتی خالص به خاطر پروردگار است اجر میگیرید. جوانها هرگز فکر خود کشتن را نمیکنند. انا برای همین اولین چیز برای پیشروی و نجات هر یک جوان تاجیکستانی، چه دختر باشد چه پسر بچه، باید شناخت پروردگارش باشد. این شناخت الله یگانه هست که شمایان را از عبادت انسان ها، از عبادت مال دنیا، از عبادت مهنت کردن بیرون می کند. آنی که ایمان به پروردگار یگانه دارد هرگز نه غلام کار می شود، نه غلام کسی می شود، نه غلام چیز چار دنیای دروزه می شود. برای همین هر جوانی که دید، فهمید، حس کرد که این نفر خواه اعضای عائله او باشد، خواه جامعه او باشد، خواه از سرداران سری او باشد، کوشش میکنند او از دین خود بخبر بماند، او از دین خود چیزی را نآموزد، هرچی میخواهند او را از دین کنار گیرند، یقین بدانید که بدخواه او هستند، بدخواه و گمراه کننده او هستند. برای آنکه آنها نمیخواهند این انسان عزیز باشد و عزیز بودن یگانه در شناخت پروردگار است. برای آنکه انسان کاملا آزاد می شود از بردگی همه کسها و همه چیزها. و وقتی یک جوان مسلمان میخواند آیت های پروردگار را که ولله العزت و ولی رسوله ولی المؤمنین، عزت از آن الله هست، از آن پیامبرش هست، از آن مؤمنان هست، نزد کسی خود را خوار نمی کند. پس انا اینها هستند گمراه کنندگانی که
نمیخواهند تو پروردگارت را بشناسی، نمیمانند تو دین خودت را بیاموزی، نمیمانند تو همان گونه‌ای که پیامبرت دینش را آورد از آن استفاده کنی و همان گونه‌ای که قانون شریعت بالای تو نازل شده است زندگی کنی. دور باشی از میزدگی و دور باشی از مواد مخدر و دور باشی از هزار و یک فحشا و هر چیزی که بدنامی و کثافت کاری هست در شریعت حرام است و این را زمان جوان ها میفهمند که دست و آموزش شریعت کنند. انا اینها هستند اولین نفران گمراه کنندگان، آنهایی که میخواهند شما هرگز به دین خود نزدیک نشوید. چیزی دیگر، یعنی صفت دیگری گمراه کنندگان ما نفرانی هستند که پیش راه علم جوانان را میگیرند با هزار و یک بهانه، گاهی با بالا بردن نرخ آموزش، گاهی با هزار و یک دیگر قانون هایی که یک نفر موافق استعداد خود، موافق سواد خود نمیتواند پیشروی کند، گاهی با هزار و یک بهانه که تو باید اول سربازی روی یا اینکه تو باید کار دیگر کنی. حالا کی هم نباشد، کی هم نباشد، خواه حکومت باشد خواه اعضای خانواده شما، وقتی پیش راه سوادناک شدنی شما را گرفت و پیش راه چی سواد دینی و دنیوی شما را گرفت و جز گمراه کردن چیز دیگری نمیخواهد. برای آنکه این مسئله کاملا روشن است، یعنی انسان بی سواد اول شده دشمن خودش هست، بعدا دشمن جامعه می باشد. اونی که میخواهد تو بیسواد باشی، بیسواد بمانی، در ساحه علم قدم به پیش نمانی و با هزار و یک بهانه علم آموزی تو را محدود کرده است که تو نتوانی قدم به پیش نهی. انا اینها نفرانی هستند که میخواهند گمراه بمانی تا که نه از حقوق خود باخبر باشی، نه از حقوق دیگران توانی دفاع کنی. این همه نفرانی که از ظلم دفاع میکنند، این همه نفرانی که یک کلمه منطقی از زبانشان نمیبراید. یعنی شاید نفرانی هستند ساعتها صحبت میکنند یا 30 دقیقه و 40 دقیقه صحبت میکنند، شما یک جمله درست از آنها استنباط گرفته یا خود برای خود جدا کرده از آن استفاده کنم گویان پیدا کرده نمیتوانید. سببش بیسوادی محض است. آنی که روز روشن رو میگوید شب تاریک است و برعکس. برای همین این صفت اساسی دیگری گمراه کنندگان هست که نمیخواهند و نمیمانند جوانها پیشروی کنند، پیشروی علمی کنند. و وقتی ما میگوییم پیشروی و سوادناکی، هرگز گمان نکنید حتما باید انسان دانشگاه خواند، حتما باید شما 5 سال در این یا آن دانشکده بیاموزید. الان از طریق اینترنت می شود در 6 ماه زبان آموخت، از طریق اینترنت می شود هزار و یک کسب و هنر دیگر آموخت. اما چرا در ما اینترنت نیست؟ این هم یکی از سبب‌های آن نیست که مردم نتوانند هیچ هنری از اینترنت بیاموزند. و یگان کورسی که کورس‌های آنلاینی هست و حتی دانشگاه‌های عمومی جهانی هست که شما از طریق اینترنت حتی بدون هیچ یک مبلغی می توانید اگر استعداد داشته باشید و سواد داشته باشید و کمی آمادگی داشته باشید بخوانید و ختمش کنید، آن هم با کمترین مبلغ. در جایهای ما علاجی نیست برای آنکه در ما اینترنت اصلا وجود نداره یا طوری هست که از آن استفاده کرده می شود. و چیز دیگر سببی ببخشید صفت دیگری گمراه کنندگان جوانان ما نفرانی هستند که نمیگذارند صدای تو بالا شود، خواه در داخل عائله، خواه خارج از عائله، در جامعه، در مکتب، در دانشگاه، در جای کارت، هر جا باشی تو باید همیشه خب بمانی. هر ظلمی که میشنوی و میبینی گویی چشم، این ظلم نیست، این عدالت است. یعنی سلب کردن یا نابود ساختن شخصیت یک جوان. آیا همین روز کی شنیده که یک جوانی 20 ساله برآمد و از حق خود دفاع کرد؟ دختره که 20 ساله با صدای بلند گفت کسی حق ندارد مرا به مارشروفکا ببرد. جوانی 21 ساله گفت که من هرگز نمیتوانم تعظیم در نزد این یا آن بکنم. این رو ما شنیده نمیتوانیم، برای که الک شخصیت جوانها را سلب کردن. اون هم اکثریت جوانهایی که در تاجیکستان هست و یا حتی خارج از تاجیکستان کم شنیده می شود. این گونه جوانها اگر باشند هم آنقدر بالای آنها زخم و آنقدر بالای آنها از هر طرف
هجوم زیاد است که دیگر با یک مشقت صدای خود را خارج میکنند. پس خودی عائله هایی که در همه مورد میخواهند فرزند آنها اطاعتکار باشد. فرزند نباید بگوید من به این راضی هستم یا راضی نیستم. و در صنف خانه که معلم میگوید، هرچی معلم میگوید باید بگوید چشم، کسی حق ندارد که اعتراض کند یا کسی حق ندارد که بگوید با این فکر شما ما راضی نیستید. و یا سردار صنف و یا کارخانه و یا دیگر هر جا که باشد، وقتی از شما کلمه نه گرفتن را دیگر گرفتن و شما را محروم ساختن از حق دفاع از خود و یا بیان کردن فکر خود و یا اعتراض کردن، این دیگر و جز بدخواهی و گمراه کردن چیز دیگری نیست. چون انسان دیگر شخصیت را از دست میدهد. تصور کنید چیزی که نمیخوای باید بگویی میخواهم، چیزی که بد میبینی باید بگویی دوستش میدارم، چیزی که دیگر وجدانت عذاب میدهد، میدانی که تو خودت در همین موقع خیلی خطاکار هستی، تو ثابت میستی که نه کار ما درست است. اینها نابود کردن شخصیت یک جوان است، کاملا محروم ساختن او از فکر کردن و از نقشه کشیدن و از درباره این و یا آن چیز ابراز نظر کردن. و این شروع می شود از عسکری یا گفتیم از خدمت حربی در ما، شروع می شود از مجبور کردن دانشجوی ها و این یا و آنجا رفتن، شروع می شود در داخل مکتب ها مجبور کردن خواندن اینه و یا آنه و یا پرد ایستادن و راست ایستادن، شروع می شود در داخل عائله ها و شروع می شود حتی در مساجد ها. سبحان الله. یعنی اون همه سنتی که در شریعت هست، اون همه سنتی که هست، حالا بعضیش را در مذهب امام ابو حنیفه دیده نمی شود، بعضیش دیده می شود. و یک جوانی بگفت من به چشمم دیدم و در مذهب ابو حنیفه وقتی سنت آمد باید کرده شود، تو نباید بکنی، برای اینکه اونجا برای تو در دینت هم قانون گذاشتن و اگر به چشم حقیقت خود ببینی هم تو باید بگویی نه من چیزی که دیدم نباید اون را کنم. اینجا قانونی هست بالای نماز من که قانون، ببخشید، قانونی که باید قانون گذار بگذارد، صاحب شریعت بگذارد، دیگر نفران در آنجا برای شما گذاشتن. انا این محروم ساختن از علم، محروم ساختن از آموزش دین و دیندار بودن، محروم ساختن از شخصیت، محروم ساختن از اینکه انسان بتواند همان گونه‌ای که هست، همان گونه‌ای که فکر دارد بگوید و پیش رود، اینها هستند نفران گمراه کنندگان که میخواهند جوانها و جز ببخشید ربات هایی که هرچی میگویند سر تعظیم می جنبانند چیز دیگری نباشند. و این یکی از اسلوب های همیشه حکمرانان فسادکار هم بود، مثل فرعون، فاستخف قومه فاطاعوه، مردم را بی سواد میکرد تا مردم اطاعتش کنند، برای اینکه مردمی با سواد نمیتوانند بالای هر چیزی که بالایشان می آید بگویند ما شنیدیم و اطاعت میکنیم. و متاسفانه طایفه دیگری گمراه کنندگان هم هستند، گمراه کنندگان به نام دین. پناه به الله از این گونه گمراه کنندگان. آن همه خون جوانانی که رفت و ریخته شد در سوریه، آن همه خون جوانانی که رفت و ریخته شد در عراق یا در کنج از افغانستان یا در یک کنج دیگری، با کدام هدف پس از ریختن خون چه چیز به دست آوردیم؟ که پیروز شد، که فایده گرفت، که نابود شد. همسری که امروز در آن پناهگاه خلع است، همسری که امروز در زندان افغانستان است، اینها رو که راهبری میکند، اینها رو که گمراه میکند. اینجا شاید بسیاری از برادران و خواهران بگویند که از کجا میگوید گمراه کنندگان؟ پس چرا اینها رو کجا فرستادن و چی کار کردن و چگونه از اینها استفاده کردن؟ و باز هنوز هم هستند نفرانی که با نام دین سخن میکنند. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. آیت سوره بقره است. پروردگار میگوید در بین مردم انسان‌های را پیدا میکنی که خیلی از سخن او برای تو پسند می آید، دوستش می‌داری، چیزی که گفت گویا که حقیقت را گفت. و باز او میگوید الله شاهد است که من راست گفته ایستادم، ولی و هو علد الخصام، خیلی در وقتی دشمنی کردن و در وقتی با یگان نفر پرینسیپ کردن اونقدر انسانی بدخو هست. و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، وقتی می رود همونو در زمین فسادکاری میکند،
مردم کشتن و زمین نابود کردن و اینها برای او فرق ندارد. انا امروز این گونه انسان ها خیلی زیاد هستند. متاسفانه می برایند اون گونه یک دو سه آیتی که اون آیت جایش هست، مکانش هست، فقهش هست و بعضی جوان ها میگویند، جوان های 20 ساله 21 ساله، آنهایی که خونشان در جوش است و در عین حرکت هستند و باید کاری انجام بدهند و به هدف خود آنها را استفاده میکنند، یا به دشنام دادن کسی، یا با دزدیدن مکانه، یا به خاطر کیه چه رفتن و خود را نابود کردن. ولی جوانهای ما باید در این مسئله بدانند که مسئله دین مسئله از یک نفر گرفتن نیست. در این زمان این پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند که یگانه از ایشان ما شریعت خود را می گرفتیم. حدیث ها الان یک نمود نه یک چند نمود هست. آیت ها از یک طرف تفسیرهای دیگر هم دارد. یک عالم وقتی سخنی را گفت لابد عالم دیگری هم هست که یا موافق یا مخالف او هست. پس دین خود را فقط از یک نفر یا از نفرانی که سخنش به شما پسند آمد یا همسین سال شما هستند یا کمی برایتون کمک کردن از آنها نباید گرفت. دین خود را باید از یک چند نفر گرفت. چرا این همه حدیث ها از یک چند صحابه ها روایت میشد و حدیثی که فقط از یک صحابه روایت شد یا از دو صحابه روایت شد تقریبا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه حجت شمرده نمی شود. میگن آهاد است، اگرچه صحابه بود یک نفر بود باید یک چند جمعی صحابگان این حدیث رو میگفتن، بعدن اون متواتر و حجیتش قوی میشد. پس جوانهایی که یک و یک باره سخن یک نفر رو میشنویم و خونمون به جوش می آید این را و یا آن را یک و یک باره گمراه میگوییم یا که و اقدام به کار میکنیم در حالی که دوامش باید درستتر فکر کنیم که این کار ما به فایده کی هست که از این فایده میگیرد. باید حتما از یک نفر نه از یک چند نفر در مسئله دین هم صحبت بود و علم را یگانه از یک عالم گرفته عالمی را پیدا نمی کنید. تا 300 نفر تا 3000 نفر هر یک عالمان برای خود استاد داشتند، برای آنکه عالم او پیامبر نیست و یگانه با فکر یک نفر نمیتواند کاملا شریعت خود را از او قبول کند. انا این طایفه دیگری هستند که متاسفانه از نام دین صحبت میکنند، ولی پس از صحبت هایشان اگر یک مادر و پدر عاقل یا یک جوانی که خیلی فکرهای خوب دارد یا گفتیم میتواند تفکر صحیح داشته باشد، بعد از صحبتی آنها فکر کند میگن من برای خود چی گرفتم. پس از این صحبتی که 30 دقیقه یا 1 ساعت یا 2 ساعت فلانی کرد من به خود چی گرفتم، یعنی نقشه من چی شد، من از دین خود چی آموختم و اعتقاد من چی فایده آورد، و عملهای آینده من چی فایده آورد، و اخلاق من چی فایده آورد، یا اینکه برعکس بد اخلاق شدم، یا اینکه برعکس نسبت چند نفر دشمنیم زایید شد، یا اینکه برعکس بعضی عملهایی که خالصانه میکردم دیگر داخل آن ریا و چیزی دیگر پیدا شد. پس حتما در این مسئله عقل خود رو هم باید کار فرمود و نباید یگانه به یک نفر یا 2 نفری که هم فکر هستند و دیگران رو قبول ندارن از پی آنها شد. و البته گمراه کننده بدترین دیگری جوان ها، بدترین شیاطین خانه های ما این میدیا های امروزه هست. آن همه نوارهایی که در یوتیوب پخش می شود، آن همه نوارهایی که در تیک توک هست، آن همه عکس هایی که در اینستاگرام هست، یا آن همه بعضی کوتاه عکس و در زیرش 1-2 پست هایی که در فیسبوک هست. عزیزان چند تای آن ما را به اخلاق دعوت می کند، چند تای دیگرش وقت ما را می گیرد و چقدر آن بجز بد اخلاقی و مسخره کردن چیزی دیگری نیست. و عجیبش این است که و هر یک، حتی در ازبکستان هم هست، در ازبکستان باشد، در دولت‌های عرب باشد، در اروپا باشد، در روسیه باشد، شما میخواهید درباره فیزیک چیزی رو آموزید، با زبان روسی پیدا کرده می توانید، با زبان ترکی پیدا کرده می توانید، با زبان انگلیسی پیدا کرده می توانید، دیگر زبان‌های دیگر اروپایی پیدا کرده می توانید. دختن را می توانید پیدا کنید. می توانید فیزیک، می توانید شیمی، می توانید متماتیک، می توانید علم فلک، اینها رو همش رو پیدا کنید. با زبان روسی باشد، انگلیسی باشد، عربی باشد، ترکی باشد، پیدا کرده می توانید. در تاجیکستان این چیزها پیدا نمی شود. یعنی
یک خواهر و برادری که رو بر روی دوربین بنشیند و مردم در حقیقت از چیز معلومات بدهد. راست هستند یک دو نفری که پروردگار برکت عمرشان رو بدهد درباره تیپ صحبت میکنند، درباره بعضی از بیماری ها صحبت میکنند، یا بعضی ها هستند برادران مهاجری که پروردگار در عمر کارشان برکت دهد، در برای کارها، بعضی کارها در انگلیس و در امریکا برای برادران راهنمایی میکنند که این گونه میتوانید شما جای کار پیدا کنید که این بهترین است. اما بقیه شرمندگی دختری تاجیک ببینید، شرمندگی مولا را ببینید، شرمندگی انا این جوان را ببینید، همه را شرمنده کرد، دیگر چیزی دیگری نه. یا در آنجا یک نفر روحانی رو عکسش رو میمونند، یک برهنه دیگر رو پیش او میمانند و میگویند نصیحت این به این یا سخن این به این، و تماشابین هم ماشاءالله از میلیون میگذرد بعضیش. یعنی این از فرهنگ ما اینقدر پست و پایان و شرمندگی است که دیگر چیز پیدا کردن نمیتوانی. مثلا برای مثال همچون مادر وقتی به کودکان میگوییم که بیا داخل شو از یوتیوب درباره تاجیکستان برای چیزی پیدا کنیم، یک درسی که برای کودکان با زبان تاجیکی باشد، یک چیزی که برای کودکان باشد، برای کودکای تاجیک باشد پیدا نمیکنیم. با زبان فارسی افغانستانی که اون همه جنگ و ناتینج است پیدا کرده میتوانی، ایران پیدا کرده میتوانی. در تاجیک ها با جز رقص و با جز رقاصه های از چی کار کنم گذشته و جز یک چند موسیقی نمیدونم به چی چیز مشغول، دیگر چیزها تقریبا پیدا نمی شود. بنویسید تاجیکستان، کسی که میگوید دروغ میگویی، بنویسید در آنجا تاجیکستان، میبینید که چند نوار میبراید، چند تای آنها مفید هستند و چند تای آنها را حتی نباید انسانهای بزرگ ببینند. انا میدیای ما یا گفتیم ساحه اینترنت، پیشروی اینترنت و نوارهای ما به اینجا رسیده است و جوانهای تاجیک از این چی میگیرند؟ برادر من، خواهر من، تو میتوانی به جای این همه نوار رقاصه، این همه دوسه از صنعتکار و مطرب و چیز دیگری که از دهان او یگان کلمه درست نمیبراید و در زندگیش بدترین زندگی را دارد. اکثریتش نه زن دارد، نه شوهر دارد، نه کودک دارد. در داخل حیاتش اگر در قصر باشد هم داخل زندانش زندگی میکند از تماشا کردن آنها. یا از دو سه فیلم هایی که تقریبا فیلم های تاجیکستان هم اونقدر اکثریتش بی‌معنی هست، اونقدر غیر حرفه‌ای است که آنها رو هم دیدن خیلی مشکل است و به جای پند گرفتن یا حداقل نمیتواند یک انسان تاجیک زبانی تاجیکی خوب را از آن فیلم ها بیاموزد. می شود اینترنت را برای آموختن زبان استفاده کرد. می شود اینترنت را برای چقدر کسب های از دختن و از بافتن و از ساختن و از پختن و ساختن و پختن و برای آن استفاده کرد. اما امروزه جوانهای ما اکثریت متاسفانه الکی شروع می شود از 11-12 سالگی و حتی تا 40-50 و 60 سالگی هم نگویم جوانها هستند که اینترنت را نه برای فایده بردن بلکه برای ضرر استفاده می کنند و هر روز جزء از عمر او را، جزء از پاره تن خود را پاره کنان زیر آن یوتیوب و زیر آن ادنا کلاسنیک و چیز دیگری داخل کردن می گیرند که هیچ فایده نیست. از این هیچ فایده نیست. پس اینجا البته وقتی گفتیم این همه مشکلی در میدیا هست، این همه مشکلی در ببخشید نوارها هست، باید ببینیم که چگونه میتوانیم استفاده کنیم. چگونه باید اینترنت رو آنهایی که خارج از تاجیکستان هستید استفاده کنید که شما استفاده اینترنت نشوید، شما استفاده یوتیوب نشوید، برعکس شما از یوتیوب استفاده کنید. شما عمرتان رو به آن ندهید بلکه به عمر خود از آن استفاده کنید. و مسئله دیگر هست، مسئله این که بعضی از دخترک ها، دانشجوی ها صفشان را پروردگار زیاد کند با من در تماس می شوند، از خود دانشگاه ملی، از خود خوجند زیادی صحبت می کنند که می گویند ما مثلا چی کار کنیم در تاجیکستان. اگر یکان صحبت شما رو گوش کردم، علل خصوص در پیام نت، دیگر مادرم یا پدرم خیلی میترسن، میگوین اینها شما رو گمراه میکنن، اینها رو گوش نکن. در دانشگاه علاج از صحبت شما گپ زدن نیست، اگر گپ هم زدیم پنهانی میزنیم. یا اینکه زمانی شد که یک نفره که خالص برای دلسوزی از جوانها، چون میبیند جوانهای کشورش، هموطنانش
دارند رو به نابودی میشوند از صدق دل، آن هم به خاطر فقط اینکه شاید ذره باشد هم کمک کند صحبت کند، اون را میگویند گمراه کننده جوانان یا خائن ملت چیز دیگر. پس ما چی کار کنیم؟ میگویند زیادی. پیش از همه جوانان عزیز و هر عزیزانی که در این مسئله در عائله عذاب میکشیم، حتما باید جوانها مشاوری خوب داشته باشند، یعنی مصلحت دهنده خوب، همسنیفت یا همکارت یا اینکه دوست نزدیک است که مثل تو است، شاید در اندازه عقل و فهمش از تو پایان تر است، در پیشروی علمی، در پیشروی اقتصادی از تو پایان است، او نمیتواند مشاور تو باشد. حتما باید برای خود مشاورهای بهترین رو پیدا کنید. الان ما اینقدر در آدنا کلاسنیک و در فیسبوک و در دیگر جا برای خود دوست و دروزیه پیدا میکنیم به گفته روسی. برای چی؟ برای خودتان نفرانی که در حقیقت در علم پیشروی کردن، در عائله داری پیشروی کردن یا اینکه در مسئله دیگر پیشروی کردن برای خود پیدا نکنید. چرا از آنها با آنها صحبت کرده از آنها برای خود تاثیر نمیگیره؟ یعنی حتما باید برای رهایی از این همه مشکلات که خیلی مشکلی های زیاد داریم، ما مشکلی های پایان شوی سطح اخلاق و سطح دانش و رفته رفته نابود شدن دین و برای برطرف کردن اینها و قدم به پیش ماندن که پس از 10 سال و 20 سال دیگر و شما میماند آینده این همه ملت و آینده شما و فرزندانتون، حتما باید برای خود مشاورهای بهترین پیدا کنید. این جوانها بودن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم که این پیر است و این سین سالش بالا است نگویان دویده به نزد پیامبر می آمدن و می دانستند که بهترین مشورت چی این پیامبر است. و حتما برای خود نفرانی رو پیدا کنید که آنها توانند برای شما راه نشان دهند و هر هدفی که هم داشته باشید، هر هدفی که داشته باشید، برای رسیدن به آن هدف با مشورت نفرانی با تجربه دار و این چونین در ثابت ماندن در همان کار و در جدیت در هدف خود باید در حرکت باشیم. و چیز دیگری که هست، زیادی پیشروی مردم ما رو چی میگیرد؟ این که میگوییم ما ترس از تنهایی داریم. مثلا جوانی هست، زنی هست، مردی هست یا شاید هر کسی که هم باشد، او میداند که چگونه پیشروی کند. حالا پیشروی که هدف اساسی او هست راضی شدن پروردگارش، نجات یافتن او از گناه و لایق شدن یا نائل شدن بر رضایت پروردگار و پیشروی های دیگری که میتواند به جامعه خود کمک کند، میتواند به اطرافیان او خود کمک کند. اما برای پیشروی کردن باید یک چند نفر از او برنجند. آن رنجیدن هم از این نه که این ظلم میکند، چون زیادی ها هستند که پیشروی شما آنها رو اذیت میدهد. یعنی دوست نزدیکت هست میگوید اگر همین کارت را دوام دادی من دیگر با تو قهری میشوم. اصلا فکر کردید کار شما پیشروی برای شما باشد، برای او چی ضرر دارد؟ و جز حسادت چیزی دیگری نیست. یعنی جامعه یا اطرافیان اکثریت ما نفرانی هستند که پیشروی شما را تحمل دیدن ندارند، با 1001 بهانه پیش راه شما را میخواهند بگیرند. در اینجا باید هدفی درست وقتی که هست هرگز به یگان نفر اطرافیان نباید دقت داد یا اهمیت داد، برای آنکه شما در اینجا اگر اهمیت دادید شما باید در صف عقب مانده ها بمونید و باور کنید هر نفری که در زندگی خود خیلی پیشروی کرد اونقدر دوستان زیاد ندارد، اونقدر در اطرافش نفران مخلص هم کمتر دارد، یعنی مخلصانی که خیلی در پیشروی او به او کمک کردن. اما برعکس اهل فساد، آنهایی که فسادکار هستند که فسادکارهای زمان رو خیلی خوب میشناسید، از رقاصه ها شروع کرده تا بلاگرهای فحش و تا دیگر سراینده هایی که بجز از زبانشان چیزهایی که به 1001 بد اخلاقی دعوت میکنه چیز دیگری نه و از فالبین ها و از هر نفری که میخواهد برای خود مردم جمع کند، نه اینکه او برای مردم فایده رساند، برعکس میخواهد مردم از آن اون باشند. میبینید که در اطرافشان نفران خیلی زیادن. از سبب چی است؟ یکی از سبب این است که این گونه انسان ها را مثل خودشان انسان های بیعقل دوست می‌دارند. از سبب دیگر از این است که پیشروی که آنها دارند آنقدر پیشروی نیست که جدا پیشروی باشد، وگرنه عالمان را می‌بینید
که زیادی از عالما تنها مردن، مثل امام بخاری که در آخر حیاتشون خیلی خسته و دلگیر از دنیا بودن. اون هم حتی در دهه خود نتوانستند جان خود را به حق سپارند. یا یک یا دو نفر دوستان نزدیک پیدا میکنند، بقیه شاید در روزهای خوشنودی با آنها هستند اما در روزهای غم با آنها نیستند. پس نباید هیچ یک جوان تاجیک، چه دخترک باشد چه پسر باشد، از تنها بودن بترسد. هرگز نباید شما در این موضوع ترسانچک باشید که من تنها میمانم، در اینجا مرا همه میگذارن. نه، وقتی حق هستی و وقتی میدانی که هدفهای یا نقشه های داری که به آن میتوانی با کمی مشکلی باشد هم رفته برسی، نباید به یگان اطرافیان توجه کرد. و خیلی ها در این مسئله شیر جنگل را مثال می آورند که شما ببینید که شیر همیشه تنهاست، آنقدر در اطرافش دوست و رفیق ندارد، ولی او پادشاه است، آن هم پادشاهی جنگل است. و مسئله دیگر اینجا مسئله نقشه درست داشتن. و متاسفم از آن که زیادی ها میگن من هدف ندارم. یعنی چرا یک جوانی مسلمان تاجیک نباید هدف داشته باشد؟ علل خصوص پس از تقریبا 25-26 سالگی در زنها دیده می شود که در این باره حتما باید با خواهرها صحبت داشته باشیم که چه سببی عقب ماندگی زنها می شود و زنها باید در این مسئله چی کار کنند. یعنی یک جوان تاجیک هدف ندارد. البته مقصدم هدفهای علمی، هدفهای پیشروی، هدفهایی که او نوری هست برای جامعه خود، حداقل نوری هست برای عائله خود، برای عائله خود چگونه چیکار میکند، چگونه پیشبری میتواند. اینجا حتما باید مسلمان هدف داشته باشد و مسلمانی که هدف ندارد دیگر از آن چه امید، چه چیزی باید ما انتظار شویم. پس با هدف بودن، نفرانی مشاوری خوب همراه همان بودن و اهمیت ندادن به آنهایی که در اطرافمان هستند و همیشه میخواهند جلوی راه ما را بگیرند و برای پیشروی ما با 1001 مصلحت های کاملا خطای خود یا اشتباه خود شما را از این سو و یا آن سو به عقب میکشانند. باید از آنها نجات یابید، خود را خلاص کنیم و قدمی به پیش مانیم. و اینجا عزیزان برنامه امروزه من به پایان می رسد. اینجا بیتی نوشته بودم: پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. بیتی رو از یکی از کتاب های فارسی خوانده بودم. بگذار جوانهای ما بیدار شوند، هدفمند شوند و بدانند که به دنیا برای چی آمدند و قدر جوانی خود را بدانند و هرگز غلامی این و آنه و این چونین غلامی تلفن و کامپیوتر و فیلم های نگردن که عمرشان کاملا هدر شود و یکی ببینن که الکی عمر تمام شده است و دستاورد آنها هیچ است و چیزی برای پس از خود آمده ها گذاشته نمیتوانند. در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. هر هفته روز دوشنبه ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در کانال یوتیوبی پیام تیوی